پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر مسلمانی هر روز صبح وقتی از خانه خارج میشه برای هر امری، چه کشاورزه، چه پارچه فروشه، چه بازاریه، چه اداریه، چه صیاده، چه عالمه، چه معلمه، این دعای خروج بکنه: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. خیلی ساده است. خداوند یه فرشته میفرسته در گوشش، بهش میگه هدایت شدی. در جا 4 چیز نقبش میده: هدایت شدی، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد، ناامید شد. وقتی انسان توکل میکنه این هدایت به یک چیز درسته. این توکلت علی الله یعنی خودتو به خدا سپردن، حرکت کردن و خودتو به خدا سپردن.